در دوران ویکتوریا برای دهه‌ها زنان لباس‌های پفدار می‌پوشیدند. یکی از این نمونه‌ها خود ملکه ویکتوریا بود. دامن‌های حجیم معرف زن ایدئال بود و تفاوت زن و مرد رو نمایش میداد. اما آیا شما واقعاً به این فکر کردید که زنان چگونه با قاعدگی در اون لباس‌های پف کرده مواجه می‌شدند و اصولاً چطوری دستشویی می‌رفتند؟ اما ویدیوی امروز ما در مورد همون دوره است و اینکه زنان دوره ویکتوریا چگونه با اون لباس‌های پفدار زندگی نرمال داشتند. در اوایل دوران ویکتوریا فاضلاب و دستشویی‌ها وجود نداشتند. اروپایی‌ها در اون دوران با مفهوم توالت آشنا نبودند. در آن روزها قبل از لوله‌کشی داخلی اونها در زمین باز، پشت درخت یا داخل خونه‌هاشون دستشویی می‌کردند. حتی برای تحقیر کسی از این جمله استفاده می‌کردند کسی که تشت برای دستشویی نداره و به اون شخص به عنوان یک فرد فقیر اشاره می‌کردند. تشت مورد نظر ظرفی بود برای دستشویی در منزل. اگر شما یک تشت برای دستشویی ندارید، باید بیرون خونه کارتون رو انجام بدید. زنان دوره ویکتوریا همچنین کفشای پاشنه بلند به پا می‌کردن و چتر دست می‌گرفتن که این چترها تقاضای زیادی هم داشت، چرا که مردم فاضلاب‌های خودشون رو از پنجره‌ها بیرون می‌پاشیدن. در اوایل قرن 18 مردم معمولاً از تشت‌های داخل اتاق استفاده می‌کردن. هدف اصلی استفاده از این ظروف گلدانی شکل جمع‌آوری ادرار و مدفوع در خانه بود. در زبان انگلیسی این ظروف به جری هم معروف بودن. گلدان یا تشت اتاقی یک در داشت و به محض استفاده از اون در رو روی اون قرار میدادن که به این معنی بود که توالت استفاده شده و پر شده. اونها یه ظرف دیگه جای ظرف پر شده میذاشتن و دستشویی میکردن. در خونه ثروتمندان، اشراف یا افراد سلطنتی شما هرگز یک تشت در اتاق نمیدیدید، چرا که معمولاً در گوشه خانه پنهان میشد و خدمتکاران هر روز چندین بار اونها رو تخلیه و شستشو میکردن. گلدان‌ها یا تشت‌های داخل اتاق گاهی اوقات در صندلی‌های ویژه نصب می‌شدند یا در نیمکت‌های کمدهای ویژه در داخل خانه نصب بودند، شبیه چیزی به توالت فرنگی‌های امروزی. اما فاضلاب کجا تخلیه می‌شد؟ برخی از توالت‌های خصوصی در طبقه دوم یا سوم ساختمان‌ها به سمت کوچه یا خیابون قرار داشتند. فاضلاب این دستشویی‌ها مستقیم به خیابون می‌ریخت. به نظر شما با این وضعیت داخل خونه و خیابونا چه بویی می‌داده؟ آیا واقعا میدونستید که در طول جنگ‌های داخلی ناپلئون و انگلیس مقامات دولتی در خونه‌ها رو می‌زدن و فاضلاب گلدان‌های دستشویی مردم رو جمع‌آوری می‌کردن؟ این به این دلیل بود که ادرار میتونست تصفیه بشه تا نمک خاصی که یک ماده بسیار مهم در تولید باروت بود رو تشکیل بده. در اون زمان زنان لباس‌های پفدار بزرگی می‌پوشیدن که دارای چندین لایه بود و ساختار بسیار پیچیده‌ای داشت. با این همه پارچه‌ای که لباس زنان داشت و تا قوزک پاشون هم ادامه داشت، هیچ وقت به شلوار و شورت نیازی نداشتن. پس خانم‌ها بدون شورت این لباس‌ها رو می‌پوشیدن. تا در اواخر دوران ویکتوریا، زمانی که باد زیر دامن خانم‌ها می‌پیچید و بالا می‌رفت و برای دیده نشدن اندام جنسی پوشش جدید طراحی شد. یک سبک اولیه از شورت طراحی شد که فقط از بالا و پایین بسته می‌شد. این لباس زیر بدون فاق بود و فقط چاکی وجود داشت که وقتی شما برای دستشویی می‌شستید باز می‌شد. در دوره‌ای حتی شیک‌ترین خانم‌ها لباس زیر بدون فاق می‌پوشیدند. برسیم به سوال اصلی: چگونه زنان با این لباس‌های ویژه از دستشویی استفاده می‌کردند؟ به دلیل عدم وجود لباس زیر، گلدون‌های طراحی شده بود تا زیر دامن‌ها نگه داشته بشه. این ظروف به جای گرد بیضی شکل بودن. بعضی وقتها خانم‌ها فقط یک تشت روی زمین می‌ذاشتن و دامن‌هایشان را بلند می‌کردن و روی اون تشت می‌نشستن. اگر خانم‌ها به یک مراسم تشریفاتی و رسمی می‌رفتن، اتاق‌های مخصوصی بود که در اون تعدادی تشت وجود داشت و خدمتکارانی حضور داشتن که دامن‌های خانم رو بلند می‌کردن و یک تشت زیر اون قرار می‌دادن تا ایشون بتونه دستشویی کنه. سپس خدمتکارا با یه پارچه خیس بدن اون زن رو تمیز می‌کردن و شما سریعا میتونستید به مراسم برگردید. آخرین لایه و پایین‌ترین لایه دامن طوری بود که تمیز کردنش آسون بود و میشد روزانه اون رو تعویض کرد. عموما خدمتکاران این زنان برای راحتی بیشتر لباس‌های سبک می‌پوشیدند تا به خانم‌های خونه راحت‌تر کمک کنند. هیچ حریم خصوصی برای دستشویی وجود نداشت، چون در فرهنگ اون زمان دستشویی کردن جلوی دیگران عملی زشت نبود. مردم فقیرتر همیشه در خونه جلوی دیگران دستشویی می‌کردند، چون تا سالها بعد هیچ دستشویی خصوصی و جداگونه‌ای برای اونها وجود نداشت. مردان هم در مراسم رسمی معمولاً به باغ پشت مراسم می‌رفتند. اما عمل شستشو چگونه انجام می‌شد؟ یکی از محبوب‌ترین اشیای پاک کننده در اوایل دوره ویکتوریا ذرت خشک شده بود. ذرت رو در محل قرار می‌دادن و می‌چرخوندن تا اون ناحیه تمیز بشه.
اونها همچنین از یک اسفنج دریایی هم استفاده می‌کردند که به یک دسته متصل شده بود و پس از هر استفاده در یک سطل آب نمک یا سرکه شسته می‌شد. انسان‌های اولیه از سنگ‌ها، خاک و خاک رس برای تمیز کردن خودشون استفاده می‌کردند. به نظر میرسه که این راحت‌ترین راه برای نظافت نبود، اما اون زمان اختراع خاصی برای راحت‌تر شدن و تمیزتر شدن وجود نداشت. انواع مختلفی از اشیا نیز استفاده می‌شد، از جمله برگ و کاه و صدف دریایی. وقتی کاغذ بیشتر و متداولتر شد در دوره ویکتوریا، مردم شروع به استفاده از روزنامه، کاتالوگ و مجلات کاغذی برای پاک کردن خودشون کردند. ثبت اختراع مربوط به کاغذ توالت در اواخر سال 1800 آغاز شد. اوایل سال 1900 بود که کاغذ توالت در مقیاس بزرگ به شکلی که امروز ما میشناسیم تولید شد. اما سوال دوم این بود: با پوشش دوران ویکتوریا برای زنان، اونها در دوره عادت ماهانه چه می‌کردند؟ در طول تاریخ دختران و زنان دوران‌های سختی برای گذر از دوره عادت ماهانه داشتند و دوران ویکتوریا هم قطعاً استثناء نبود. برای شروع باید گفت زنان دوران ویکتوریا کمتر از زنان امروزی قاعدگی داشتند. به 3 دلیل. اول اینکه گرچه متوسط سن بلوغ آن زمان با امروز تفاوت چندانی نداره و بین 12 تا 14 ساله، اما زنان زودتر به یائسگی می‌رسیدند، اغلب در اواسط 30 سالگی. ثانیاً، زنان قرون وسطا کمتر قاعدگی ماهانه منظم داشتند. تغذیه ضعیف و کار سخت به این معنی بود که بسیاری از زنان حتی چربی بدن هم نداشتند. با این حال اونها قاعدگی داشتن و به راهی برای کنترل خونریزی بدون دسترسی به محصولات بهداشتی زنانه‌ای که امروز داریم نیاز داشتن. پس چطور این کار رو می‌کردن؟ زنها همونطور که قبلا گفتیم لباس زیر نمی‌پوشیدن یا حداقل لباسی مثل شورت نداشتن. شمیز یا لباس‌های دامندار یکسره حکم لباس زیر رو هم داشت. عملکرد اون محافظت از لباس بیرونی در برابر عرق‌ها و لکه‌هایی بود که ممکن بود از بدن به لباس برسه. وقتی که یه زن پریود میشد از لباسی استفاده میکرد که شبیه به بیکینی شنای زنان امروزیه. به این شورت ها که شکل حرف تی انگلیسی رو داشت تی بانداژ میگفتن. این لباس با پارچه های زیاد درست میشد. اگر زن بسیار فقیر بود به تی بانداژ دسترسی نداشت و از الیاف طبیعی جاذب آب استفاده میکرد. بیشتر زنان بعد از استفاده پارچه ها رو میشستن و برای استفاده ماه بعد کنار میگذاشتن. زنان اون زمان 12 تا 20 بار در روز تی بانداژ خودشون رو عوض می‌کردن. البته گزینه‌های دیگه هم برای روزهایی که خونریزی کمتر بود وجود داشت، شامل پوشیدن زیرپوش‌های ضخیم‌تر برای جذب خونریزی. اما یه سوال جذاب، مردم ویکتوریا چجوری لباس‌های سنگین و بلند و پف‌پفی خودشون رو می‌شستن؟ لباس‌ها میتونستن شسته بشن، اما به اندازه شستشوی امروز نبود. لباسشویی در اون دوره کار بزرگ و طاقت فرسا و برای بسیاری از مردم فقط 2 بار در سال انجام میشد. لباسها رو با صابون و آب نمیشستند مگر اینکه در مواردی بسیار نادر. پاشیدن پودر تالک و بعد برس کشیدن باعث از بین رفتن بوی بد و تمیز شدن لباسها میشد. اما وقتی لباسها پوشیده نمیشدن به اونها پودر سدر میزدن و در کمد قرار میدادن که از حشرات دور بمونه، مخصوصا از بیدها. اگرچه لباس‌های اون زمان دارای کیفیت کاملا شگفت‌انگیزی در ساخت، مواد و طراحی بود، اما لباس‌ها به شدت بو می‌گرفت و پوشیدنش هم بسیار کار سختی بود. اما زیر این لباس‌های پیچیده و تو در تو زیرپوش‌های زیادی وجود داشت که میشد اونها را با دست در آب و صابون شست. لایک ویدیو رو فراموش نکنید و اگر به این دست ویدیو علاقه‌مندین کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشین. پس تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.